فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی پرسیدن که آیا ذکر کردن با دست چپ درست است یا نه؟ بفرمایید. درباره ذکر بحث درست بودنش که با ذکر با دست چپ اشکالی نداره، درست هست به صورت کلی، هم با دست راست درست است و هم با دست چپ. یعنی این که اگر کسی با دست چپ ذکر کرد معنیش این نیست که کار گناهی رو انجام داده که و الله متعال اون رو مؤاخذه بکند. منتها وقتی که ما برمیگردیم به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و روش ایشان این بوده که همیشه با دست راست تسبیح میگفتن، از کارشون رو با دست راست به این صورت همیشه ذکر میکردن و اولاتر این است که انسان با دست ذکر بکند، زیرا که این دست بنابر روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فانهن مستنطقات، که این بنده های انگشت از اینها بازجویی میشود، اینها پیش الله متعال شهادت میدهند و گواهی میدهند. پس بنابراین اولاتر این است که انسان با دست خودش ذکر بکند. البته ذکر با تسبیح هم جایز هست، اشکال نداره، اما ذکر با دست و با بنده انگشت این اولاتر و برتر هست، زیرا که این هم در روایت اومده و رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه عمل میکردند. روایتی هست در سنن ابو داود از حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهما که میگوید من دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که یعقد التسبیح بیمینه. روایت در سنن ابو داود هست، میگه من رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که یعقد التسبیح بیمینه، که تسبیحات رو با دست راست خودش در واقع حساب میکردن و این روایت رو هم بسیاری از علما تصحیح کردن. اضافه بر این وقتی که سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نگاه میکنیم، روایتی هست در متفق علیه هست در صحیح بخاری و صحیح مسلم از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که میگه کان النبی صلی الله علیه و سلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، که رسول الله صلی الله علیه و سلم میپسندیدند با دست راست عمل کردن رو، به کار گرفتن دست راست رو در پوشیدن کفش و در هنگام قدم زدن و راه رفتن و شانه کردن سرشون و در هنگام وضو گرفتن و در تمام امور ایشون همیشه با دست راستشون استفاده میکردن. و از نظر ادب و از نظر آداب اسلامی که وجود دارند، اعمالی رو که اعمال خیر هستند انسان باید با دست راست خودش انجام بدهد. یک چیزی رو به کسی دیگر میدهید با دست راست حتما بدهید، آبی غذایی میخورید با دست راست بخورید، اعمال خیری رو که انجام میدهید با دست راست انجام بدهید. اعمالی رو که جز نظافت هست، مانند استنجا هست، مانند گرفتن آب بینی هست، بیشتر از نظر ادب اسلامی اینها با دست چپ انجام میشن. پس بنابراین اولاتر و بهتر این است که اذکار را همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادند ما هم با دست راست خودمون بشماریم و اگر احیانا کسی با دست راست و چپ هر دو تاشون گناهی رو مرتکب نشده اما خلاف سنت رو انجام داده و اون ثواب عمل بر سنت رو نخواهد داشت.